فردا میگه دیروز چی میگفتی؟ یه کسی یه هفته دیگه میگه که یه ماه دیگه، یکی هم اصلا دیگه نمیپرسه، یکی هم همون آن تا براش روشن نشه و اینا دیگه اون شب نمیتونه بخوابه. خب چند نفر ارتقای ظرفیت پیدا کردن؟ خب اینطوریه و کار مثلا این وادی این ارتقاءات ایجاد این مسائل، وگرنه مگه ما میتونیم دوگانه رفتار نکنیم؟ گر از این منزل ویرانه به سوی خانه روم، دگر اونجا که روم عاقل و فرزانه روم. به هر حال اینجا دورش که مثلا شما وقتی به اشعار و رفا مراجعه میکنید میبینید یه جا آه و ناله و فلان و فقان و ای داد و ای هوا و ای بیداده، یه جای دیگه چنان مستم من امروز که از چنبر برون جستم من امروز. خب و میبینید که همیشه این حالتها رو این سیر رو دارن، سیری که یه جا از یار و اینا شکایت دارن میکنن، از دست یار در فغان و ناله هستن، از دست دوست دارن شکایت میکنن که این به هر حال بی‌وفانگار من، دارن چیز میکنن. زمانیست که اینجا افتادن. یعنی شما بدونید وقتی میرید اشعار رو بررسی میکنید اونجاها زمانهایی بوده که اونها در اینجا به سر میبردن و بعدش یه سری اشعاری دارن که دیگه سرمستی تمامه. اونها رو زمانیست که به اینجا میرسن. خب اگه اینو ندونیم ممکنه فکر بکنیم که چرا اینا یه موقع مینالن، یه موقع مستن، این چه جوریه؟ یک موقع در شک و شکایتن، یک موقعی در اوج نشاط و سرمستی هستن. این ماجرای کوی خراباته. خب پس این تعریف کوی خرابات یا کوی رندی. خب رندو تعریف کردیم. بله خب پس گفتیم که عرفان شناخت واقعیت و حقیقت. حالا واقعیت نهایتاً، بررسی واقعیت نهایتاً به علم میرسه، به شناخت میرسه، این بر به شیدایی میرسه. حقیقت تنها مورد بررسی قرار بدیم به شیدایی میرسه. و اگر به تنهایی بریم، هر کسی اینا رو تنها بره، این تنها میشه عالم، کاسب، نمیدونم متخصص، کارشناس، این دو چیزی. خب اینم به تنهایی بیاد، انگیزه برای زندگی به صفر میرسه دیگه. دلیل نه ما اگر الان بدونیم که مجازیم اینجا وایستادیم و نمیدونم این حرفا و خیلی چیزای دیگه انگیزه‌ای برای اینکه بخریم و بفروشیم و آی اینقدر بخره، آی اینقدر بفروش، آی نمیدونم اینو چیکار کن، دیگه باقی نمیمونه. لذا به این آزمایش و به این کمال لطمه میخوره. قرار نیست که ما واقعیت رو ول کنیم، قرار در دل واقعیت این حقیقت رو به کار ببریم. خب لذا تلفیق این دوتاست. همونطور که گفتیم در واقعیت به دنبال حقیقت بگردیم، در حقیقت به دنبال واقعیت، نه اینو فدای این نه اینو فدای این. به همین دلیل هم ریاضت نداریم، تارک دنیا شدن نداریم، نمیدونم اصولا فرار از واقعیت نداریم، فرار از حقیقت هم باز نداریم. این مرام میشه مرام تلفیق این دوتا، میشه مرام اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست. رهروی باید جهانسوزی نه خامی بیغمی. خب این کوی رندی که حرکت درون رهروی باید.
جهانسوزی، کسی که این اصول رو بدونه، الکی توش بخواد حرکت بکنه و بیاد بره، یه دفعه سر ریاضت در، یه دفعه به خودش ببینه که 30 سال عمرشو به باد داده، بی خود و بی جهت، یا به هر حال اصولا یه پیگیری های خاص خودش رو داره. بنابراین اینم مرام رندی. خب حالا دیگه مسائل مختلف همش با رعایت مرام رندی جلو میره، یعنی دیگه میشه یک اصل لاینفک، میشه اصل جدایی ناپذیر میشه. خب برگردیم توی این مسئله. پس فرق نمیکنه کوی خرابات و به اصطلاح که همین کوی خرابات خودش در واقع دوباره پخته کردن مسیر رندی و به اصطلاح این قضیه است. در واقع توی بحث مرام رندی تمام مسائل که دیده میشه، حتما اگر واقعیتش دیده میشه حقیقتش هم دیده میشه. حالا بعداً در دور 4 راجع به بهشت نقد با هم صحبت میکنیم، بعد میبینیم که چقدر این کاربرد داره. دنیای عرفان گفته میشه من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، کاواز دهل شنیدن از دور خوش است. یا اینجا زمه لعل بهشتی میساز، کانجا که بهشت است رسی یا نرسی. بعد اونجا متوجه میشیم که این ماجرا چیه، چون اگر به ظاهر این اشعار دقت بکنیم در واقع فکر میکنیم که عرفا به نوعی پشت پا داشتن میزدن به معاد و زندگی پس از مرگ اونا، در حالی که خودشون از همه بیتابتر بودن و عاشقانه در مورد رفتن به سوی یار صحبت کردن. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خواب، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. چون مرگ رسد چرا هراسم، کان راه به توست میشناسم. پس در واقع همه اینا با مرگ عشق بازی کردن. پس حالا با دلایل بسیار بسیار زیادی اعتقاد راسخ به زندگی پس از مرگ اونا داشتن، اما کل حرفشون چی بوده و ماجرای بهشت نقد چی بوده؟ جانم جان سوالی داشتن دوستان؟ معاد وقتی در به لا مکان و لا زمان، اونجا جایی که زمان به پامون نیست و مکان به پامون نیست، هر جایی میتونیم آماده باشیم، هر جایی میتونیم حضور پیدا بکنیم. مثل اینکه در ماشین زمان قرار بگیری، ماشین تخیلی زمان، لذا هر جا میتونی آماده بشی، هر جا میتونی حاضر بشی در زندگی‌های قبل. در مثل اینه که الان ما بریم توی یه ماشین زمان، ماشین تخیلی زمان. خب آیا میتونین شما اون وقت مثلا در زمان ساسانیان حاضر بشین یا نه؟ میتونین ساسانیان رو ببینین که داشتن نمیدونم لشکرکشی میکردن، چیکار میکردن؟ آیا اونا مردن؟ خب این حالا اینا یه بحثایی داره. شما الان میتونید لشکرکشی اسکندر مقدونی رو از بالا نگاش کنید، میتونید یا نمیتونید؟ ببینید از نظر شما، از نظر ما نسبت به ما مرده، نسبت به هستی نمرده. شما الان 2000 سال نوری از زمین فاصله بگیرین، خب 2500 سال میبینید که زمان ساسانیان نمیدونم چی اینا رو رؤیت میکنید. خب اینه که شما دارید میبینید الان از اون بالا دارید میبینید، اینا مردن که شما دارید نگاهشون میکنید یا زندن؟ زندن دیگه، زندن. لذا مرگ یک مفهوم نسبی داره، یک مفهوم خاصی داره. نسبت به، بدونید نسبت به ما ممکنه چیزی مرده به حساب بیاد، نسبت به خودش نه.
الان مثلا فرض کنید که ما شب به آسمان نگاه میکنیم، نورهایی رو که میبینیم بعضیاشون متعلق به میلیاردها سال قبله. حالا مخصوصا با تلسکوپ اگه نگاه کنیم